در طلوع دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان در اساس نقشه چهاربینی‌های ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت فستیوال آزمون ولایتی ترانه سرباز و مراسم جنبست اسپارتاکیاد ورزشی حامی وطن به افتخار 27 سالگی تأسیس یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. برگزار گردیدن این چهاربینی با نفوذ برای بیدار گردیدن حس وطن دوستی و مهمپرستی جوانان زمینه واقعی گذاشته، اظهار باوری کرده شد که افسران و سربازان شجاع به سوگند حربی خود صادق مانده رسالت فرزندی خود را در نزد وطن، ملت و دولت خود جوانمردانه ادا میکنند و تمام دانش و تجربه، ملکه و مهارت خود را به خاطر حفظ دستاوردهای استقلالیت دولتی سفربر مینمایند. سردار ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت میرزا قاسم کریمزاده چهاربینی را افتتاح نموده از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت اشتراکداران را به عید ارتش ملی تبریک نموده ذکر داشت که امروز همه ما 27مین سالگرد تأسیس یابی قواهای مسلح تاجیکستان صاحب استقلال را با شکرگزاری از فضای آرام و آسایشی وطن تجلیل میکنیم. در ادامه همچنین معاون کمیسریت حربی ولایت سوخت برآمد نموده ذکر کرد که در این روزهای پرفرح برایتان در اجرای وظیفه مقدس و پرشرف حفظ وطن، حمایت منفعت‌های دولت، تحکیم دستاوردهای استقلالیت و مستحکم نمودن اقتدار مدافعوی مملکت کامیابی‌ها آرزو می‌نمایم. وابسته به بهترشوی وضع سیاسی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان، شرایط خدمت دسته قوای مسلح جمهوری تاجیکستان خیلی خوب شده. این روزها در قسم‌های حربی گارنیزون سوخت برای فعالیت سربازان و افسران در تمام شرایط‌های لازمی فراهم آورده شدند که سربازان و افسران از آنها پرثمر استفاده می‌برند. این دلیل گفته‌های بالایی است. سپس از جانب 5 دسته‌های قسم‌های نظامی ولایت از روی نامیناسی‌های خورسرایان و کمپوزیسیون ادبی با سراییدن ترانه‌های وطن دوستانه رقابت نمودند. در نتیجه بهاگذاری حکمان به غالبان فستیوال آزمون مذکور و اسپارتاکیاد ورزشی افتخارنامه و دیپلم و تحفه‌های خاطروی از طرف سردار ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت و معاون سردار کمیسریت حربی ولایت تقدیم گردید. گزارش سینا غفوری، نادر نسیمزاد برای برنامه اطلاعاتی پیام روز.